تا حالا شده احساس کنی ذهنت حتی برای چند ثانیه هم خاموش نمیشه؟ گذشته مدام جلوی چشمت میاد، آینده از چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده میترسونت و انگار خود زندگی از دستت فرار میکنه. اما چیزی که الان میخوای بشنوی شاید نگاهت به آرامش رو برای همیشه تغییر بده. این داستانی یک پسریه که فقط با یک لیوان آب راز آروم شدن رو در ذهنش پیدا کرد. سالها پیش بین کوههای مه‌آلود و سرسبز روستای کوچکی وجود داشت، جایی که همه چیز با آرامش در جریان بود. اما تنها یک نفر بود که از این آرامش هیچ سهمی نداشت. مارکو، جوانی 24 ساله، از بیرون آدمی ساکت و معمولی بود، اما درون ذهنش هر لحظه جنگی برپا بود. خاطرات تلخ گذشته دست از سرش بر نمی داشتند. نگرانی های آینده هر روز بزرگتر می شدند و لحظه حال انگار اصلا برایش مهم نبود. اصلا برایش وجود نداشت. شبها ساعتها بیدار میموند و سقف اتاقش رو نگاه میکرد. روزها هم بدون انگیزه فقط زندگی رو از سر عادت ادامه میداد. بارها از خودش پرسیده بود واقعا قراره تا آخر عمر همینطور زندگی کنم؟ تا اینکه یک روز حرف عجیبی شنید. مردم درباره پیرمردی صحبت می‌کردند که در روستایی دور افتاده زندگی می‌کرد. می‌گفتند سالها قبل یکی از معروف‌ترین روانشناسای شهر بوده، اما همه چیز رو رها کرده و به دل طبیعت اومده. عجیب‌تر از همه این بود که می‌گفتند هر کسی با ذهن آشفته پیش او رفته با حالی کاملا متفاوت برگشته، بدون دارو، بدون نسخه، فقط با یک تجربه ساده. همین جمله کافی بود تا مارکو راهی سفر شود. او نمیدونست قراره چه اتفاقی بیفته، اما حس میکرد اگه این فرصت رو از دست بده شاید هیچ وقت آرامش رو پیدا نکنه. بعد از چند روز پیاده روی بالاخره به خونه پیرمرد رسید. خانه کوچک که پیچک‌های سبز دیوارهایش را پوشانده بودند. پیرمرد روی ایوان نشسته بود. چشمایش بسته بود و آرامشش آنقدر واقعی بود که انگار هیچ اتفاقی در دنیا نمیتونست اونو به هم بریزه. مارکو نزدیک شد و گفت ذهنم هیچ وقت آروم نیست. هر کاری کردم نتونستم جلوش رو بگیرم. فقط میخوام بدونم آرامش واقعی چه حسی داره. پیرمرد لبخند زد، اما برخلاف انتظار مارکو هیچ نصیحتی نکرد. فقط وارد خانه شد. یک لیوان را تا لبه از آب پر کرد. آنقدر پر که کوچکترین لرزشی باعث میشد آب بیرون بریزد. لیوانو دست مارکو داد و گفت تا آخر روستا برو و برگرد، اما فقط یک قانون وجود داره: حتی یک قطره از آب نباید بیرون بریزه. مارکو با خودش فکر کرد همین. اما راه افتاد. کوچه‌های روستا شلوغ بودن. بچه‌ها بازی می‌کردن. مردم با هم حرف می‌زدن. باد شاخه‌های درخت‌ها رو تکون میداد. صدای پرنده‌ها و سگ‌ها در فضا می‌پیچید. اما مارکو هیچ کدوم رو نمیدید. تمام دنیا برایش خلاصه شده بود در همان یک لیوان آب. قدم‌هایش آرام بود، نفس‌هایش حساب شده و تمام فکرش این بود که آب نریزد. بالاخره برگشت. لیوان هنوز پر بود. با لبخندی از روی غرور گفت موفق شدم. پیرمرد نگاهی به او کرد و پرسید بوی نان تازه‌ای که از نونوایی می اومد رو حس کردی؟ مارکو گفت نه. پیرمرد ادامه داد بچه‌هایی که کنار جاده بازی می‌کردند و دیدی؟ نه. صدای پرنده ها یا باد رو شنیدی؟ مارکو آرام گفت نه اصلاً. پیرمرد لبخندی زد و بعد جمله‌ای گفت که مسیر زندگی مارکو را برای همیشه عوض کرد. گفت چند دقیقه پیش ذهنت آروم بود. مارکو با تعجب نگاهش کرد. پیرمرد ادامه داد نه گذشته تو را آزار داد، نه آینده ترسوندت، نه فکرهای اضافه اومدن سراغت، چون تمام ذهنت روی یک چیز متمرکز بود: همین لحظه. چند ثانیه سکوت بینشون حاکم شد. بعد پیرمرد گفت ذهن انسان وقتی خسته میشه که همزمان توی دیروز و فردا زندگی کنه. اما وقتی واقعا در لحظه حضور داشته باشی بیشتر نگرانی ها خودشون از بین میرن. آن روز مارکو فقط یک درس رو یاد نگرفت، بلکه روش زندگی کردنش عوض شد. وقتی روستا رو ترک کرد هنوز همان جاده بود، همان کوها، همان آسمان، اما چیزی درون خودش تغییر کرده بود. برای اولین بار بعد از سالها احساس میکرد نفس کشیدن چقدر میتواند
آرامش بخش باشد و شاید عجیب باشد، اما راز آرامش هیچ وقت در جای دوری پنهان نبوده. شاید همین حالا، درست در همین لحظه کنار تو باشد. فقط کافی است ذهنت رو از شلوغی گذشته و ترس آینده بیرون بکشی و اجازه بدی الان تنها جایی باشد که در آن زندگی میکنی. اگر تا اینجا همراه داستان بودی، یک سوال از خودت بپرس: آخرین باری که واقعا در همین لحظه زندگی کردی کی بود؟ اگر از این ویدیو خوشت اومد، لایک و سابسکرایب یادت نره. ما رو حمایت کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. دوستدار همیشگی شما، سایه. تا درودی دیگر، بدرود.